آیا می دانستید حاکمان و پادشاهان پشاور و وزیرستان فارسی یا فارسی زبان بودند؟ آیا می دانستید شاپور یکم پادشاه ساسانی یک پادشاه فارسی زبان بوده است؟ آیا می دانستید واژه های پشاور و وزیرستان هر دو از واژه های فارسی هستند؟ و آیا می دانستید در پشاور فارسی زبان ها، پشتون ها اکثریت، هزاره ها زندگی می کنند؟ سلام دوستان گلم، به کانال سفیدپور خوش آمدید. امروز نگاه کوتاه و زبان رسمی، کاربردی، اداری، دولتی و مردمی در پشاور و وزیرستان می داشته باشیم. پشاور و وزیرستان جنوبی دو آستان بسیار ماجرای سیاسی و تاریخی دارد که در اسناد تاریخی بازتاب دارد. نخست کوتاه نگرشی و ریشه شناسی نام‌های پشاور و وزیرستان. نام پشاور از نام شاپور یکم پادشاه ساسانی که بر این شهر دست یازید اقتباس شده است. در دوره کوشانی‌ها نام آن پورشاپور بود. این شهر بر روایت کتاب پایگاه تاریخ و فرهنگ ایران و کتاب بودیسم در افغانستان برگردان یحیی حسینی و کتاب دانشنامه جهان اسلام در فرجام بر روایت دیخدا نام پشاور از پورشاپور یعنی جایگاه فرزند شاپور گرفته شده است. دولت اشکانی سکایی پادشاهی داشت به نام گندفور در نیمه نخست سده نخست میلادی. این شهر را فتح کرد و یک لوح سنگی که به نام گندفور بر آن حفر شده است نیز در این شهر یافت شده است. پشاور در دوران کنشگاه یا کنفوسیوس پایتخت پاکستانی این پادشاه بود. در این شهر پشتون‌ها، تاجیک‌ها، هزاره‌ها و کوچه‌ها زیست می‌کنند. زبان گویشی اکثریت مردم اطراف پشاور پشتو است. افزون بر آن مردم به زبان‌های فارسی، هندوکو، پنجابی و اردو نیز سخن می‌گویند. در فرجام نام پشاور یک نام فارسی میانه است که در زبان پشتو امروزی و گونه پشاور تغییر شده است. نام وزیرستان یعنی جایگاه وزیر از دو واژه وزیر و ستان ساخته شده است. واژه وزیر به چم یا به معنی دستور، دانشمند، شکل اوستایی آن بچیرا یعنی فتوا دهنده، صورت پهلوی آن وچیر در کلمات موسی در زبان عبری به گونه جزایرت در زبان عربی به گونه الوزیر شده است. در زبان سریانی جزایرای کار داشت. این واژه در زبان ارمنی به گونه ویچر گردیده است. واژه وزیر در زبان‌های هندوستان به گونه وزیر به کار رفته است و در زبان فارسی میانه و جدید به گونه وزیر استفاده شده. این واژه در زبان پشتو هم به گونه وزیر واضح شده مگر چون با پسند اسم مکان ساز فارسی ستان آمده است، از این رو واژه وزیرستان یک واژه فارسی می‌باشد. زبان گویشی و رسمی شهر پشاور و وزیرستان در ادوار تاریخی. در روایت کهان اسلحه حدیدی در کتاب مشهور تاریخ فتح و نوشته‌های کهن افغانستان از عصر قبل تاریخ تا کنون سال تفت 1377 کتابخانه خسروانی پشاور رویه یا صفحه 68 چنین آمده از سوابق و نوشته‌های یونانی و شارع راناگری در مباحث گذشته رانگاری البته صحبت کردیم یا نوشتیم. این دولت 3 رسم خط ساخته و استقلالی و نهایت قرن 13 بعد از آن که کابلشاهان و میهن هم در گردش جمهوری و وزیرستان به خسته غزنویان قاضی و مسلمان شدند، نهضه صفوی یا
تهران و وزیرستان لهجه تهرانی زبان برخی مشهورت نابود و 100 سال بعد آن را فارسی دری فصیح در یاد زبان برخی یا زبان برخی و اثری از لهجه تهرانی و زبان برخی از این نگارش با زبان تهران برمی‌گردیم. تنها یک زبان یعنی زبان فارسی دری بود. در کتاب تاریخ خط و نوشته های کهن پوهان عبدالحی حبیبی نیز هیچ سندی که در این منطقه به زبان پشتو بوده باشد نشر نشده است. یعنی تمام دوره های شاهان صدوزایی و محمدزایی زبان دولتی و اداری در قلمرو آنها زبان فارسی دری بود. شعری است تحت عنوان دهلی تخت هیرو چرا یاد شی زما دشکل پشتونخوا دغره سرونه که منسوب کردند این شعر را به احمد شاه درانی و احمد شاه ابدالی که در تاریخ ادبیات پشتو به احمد شاه درانی منسوب است. در دو کتاب مشهور احمد شاهی و تاریخ گنداسنگه وجود ندارد. نخستین نگارش به زبان پشتو در افغانستان بر روایت پوهان عبدالحی حبیبی در سال 1343 به خط عزیزالدین وکیلی فوفلزایی است که در رویه 256 این کتاب به نشر رسیده است. نانوشته نماند که در رویه 251 این کتاب عکس صفحه اول نسخه خطی تذکرة الاولیاء سلیمان موکو نشر رسیده که خط فارسی قلمی است. آغاز آن به زبان عربی و در میانگاه آن به زبان فارسی نوشته شده است. البته بدون شک این خط جدید است. همچنان در رویه 250 این کتاب عکس شماره 127 از صفحه خطی خیرالبیان که به زبان فارسی نیز بازتاب شده است. آنچه که از پشاور در سالهای استعماری انگلیس نیز در آرشیف‌ها و نگارستانخانه‌ها موجود است. در سده‌های 17، 18 و 19 تمام مکاتبات از پشاور و خارج و از خارج به پشاور، حتی در سال فتح بخارا توسط روس‌ها نیز مکاتبات و نامه‌ها به
زبان فارسی بود که در پایان نمونه های این مکاتبات را ملاحظه خواهید کرد. در فرجام به این فرآیند می‌رسیم که زبان اداری، رسمی، مکاتباتی پشاور و وزیرستان همیشه تا پیدایش پاکستان زبان فارسی بود که سپس طی سالهای استعماری انگلیس یعنی 1888 میلادی و زبانهای انگلیسی و اردو تغییر خورده است. مگر مکاتبات و نامه‌نگاری ها در این دو منطقه همزمان به زبانهای با انگلیسی و اردو زبان فارسی نیز بود. تا ایدون یا همچنین نیز در این منطقه مکاتبات و مراسلات و زبانهای اردو و انگلیسی است. با درد و دریغ و زبان پشتو بسیار کم انجام می‌شود. رویکردها یا فهرست‌ها: اتمولوژیس 1893 هارن پاول. 2. تاریخ خط و نوشته های کهن افغانستان از عصر قبل تاریخ تا کنون عبدالحی حبیبی سال تب. 2. کتابخانه قصه‌خوانی پشاور. 3. دانشنامه مجلس‌نامه دکتر جهانگیری اوشیدری چاپ سال چاپخانه سعدی. 4. تاریخ احمدشاهی محمود الحسینی دیجیتال. 5. تاریخ سیستان دیجیتال. 6. تاریخ شاهی احمد یادگاری دیجیتال. 7. کتاب پایگاه تاریخ و فرهنگ ایران دیجیتال. 8. کتاب بودیسم در افغانستان برگردان یحیی حسینی دیجیتال. 9. واژه‌یاب کتاب دیجیتال. 10. کتاب دانشنامه جهان اسلام دیجیتال. با تشکر و سپاس فراوان از تحملتان که بنده حقیر را تحمل کردید و برنامه را گوش کردید. بدون شک کمی و کاستی های فراوان داره این ویدیو. البته با پیشنهاد و نظرات خوب شما ارجمندان گرامی اصلاح خواهم نمود و کوشش میکنم تا تغییرات زیادی در برنامه های آینده، در ویدیوهای آینده خواهم آورد. در ضمن از شما ارجمندان گرامی تمنا دارم تا پیشنهاد و نظرات ارزنده و خوب و مفیدتان را با بنده به اشتراک بگذارید تا در برنامه‌های آینده و ویدیوهای آتی اصلاحات و تغییرات مفید در ویدیو آورده شود. تشکر فراوان، سپاس، لایک، به اشتراک گذاری یادتان نرود. خداوند یار و نگهدار و مددگارتان.